تا تولدی برای کتابی با عنوان عشق‌آور که اثر جناب آقای ناصر حسین‌پور دبیر انجمن شعر و ادب الواز ارشاد ناهان است برگزار کنیم. با همراهی دستان شما عزیزان. کتاب و کتابخانه خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و همچنین تبریک عرض می‌کنیم آیین رونمایی کتاب جناب آقای حسین‌پور رو هم به این بزرگوار به عنوان یک فعال اجتماعی و فرهنگی و که در تمام حوزه‌های اجتماعی در سطح شهر ناقان و بعضا در سطح شهرستان و استان فعالیت می‌کنم و هم به شما بزرگوارانی که در این جمع حضور دارید عرض تبریک داشته باشم خدمت دوست فرهیخته خودم، کسی که هر آنچه دارد در طبق اخلاص میذاره و کم نمیذاره برای فرهنگ این دیار. همینجا براشون یک همه کف بزنید. این سرمایه وجود امثال جناب آقای حسین‌پور واقعا گنجینه هم باید واقع من تو با خودم و سایر مسئولین و مردم فرهنگ دوست ناهان باید قدر بدونیم وجود این گنجینه های ارزشمند. بزن کلم درادی درافتا بزن کلم درادی کجایی کجستی بیادی پتا که راه به پایامه راه به پایم تا بیایی بیو برف دلم او کن آخی بیو برف دلم او کن نرو یه سال من بهمون که بین هنگ ناهون من قوس شلیعت نریت الکراهون رعیت زمین کنده نم به زمین نمانده علا زنگی بریسته به روزمون کنده قناتمون کمالی پر اطلاع قماز دنبونه کرخلام مردم ده جنگ ادب علم از کوی تو افراشت بار خدایا ادب و علم از کوی تو افراشت بار خدایا معنویات زمان از سوی تو آراست نامی بنایم به تا نام تو نم نایم باشد خانه علم و ادب بزم و سرای کن مرا با عطر لبخند معطر کن مرا با عطر لبخند شکرریزی بکن با شهد گلخند به جرم این که من را دوست داری مرا زندان نما با خود به یک بند سر قولت نشستم صبح تا کی پچهمستم ز سرما جور تا کی ز غارت بدتر ای غربه کردم مکو هیتل درویی طور تا کی سیر که آید برد هرچه سر راه اوست محو و ویرانگری شاکره کار اوست سالها بود کس چنین سیلی ندید بارش باران سیل آید پدید سیل جاری شد و برد همراه خود هرچه را سر راه بود همراه برد سر سردی سمه افسرده راه دوری و پایی خسته تیرگی هست و چراغی مرده میکنم تنها از جاده عبور دور ماندند ز من آدمها سایه‌ای از سر دیوار گذشت غمی افزود مرا بر غمها فکر تاریکی و این ویرانی بی خبر آمد
تا با دل من قصه ها ساز کند پنهانی. نبودی ندیدی که ویران شدم، نبودی ندیدی که ویران شدم، که بدنام و بیدین و ایمان شدم. از آغاز عاشق شدن تا به حال فقط سوژه نارفیقان شدم. پس از رفتنت قصه ها آمدند، پس از رفتنت قصه ها آمدند، که از زنده ماندن پشیمان شدم. جواهر سخن کهن در نظر دوستان رسیدیم. به اینجای داشتن گردان و گردنکشان پهلوانای ایران دور هم جمع شده. خداوند رفت رستم تاجور سر جهان پهلوان به خواب. که سوی دریا رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید. چرا؟ رونمایی از کتاب ارزشمند جناب آقای ناصر حسینپور با عنوان عشق‌آور، فرصتی مغتنم برای پاسداشت قدمی که سالها با عشق، اندیشه و صداقت فریضه و هنرمند ارجمند سرکار خانم مهرسا فرجی. هنرمند ارجمند خانم ستیا شیرونی. هنرمند ارجمند سرکار خانم تنازی. یه تشریح دیگه که آقای شهبازی هنرمند سیستان بکنم عزیز سرکار خانم مسئول سلیمی. فریضه و هنرمند ارجمند جناب آقای ارسلان نامدار. هنرمند ارجمند جناب آقای مسعود رفیع‌زاده. به نام خدایی که حفظ به گل بلازه تش اجتماع من بسیار خوشحال و خرسند هستم که امروز در یک نشست فرهنگی در خدمت شما سروران عزیز هستم که این از وجود تک تک شما سروران عزیز، از بزرگترهای این نشست از نظر سنی که شاید آقای شیروانی باشند و کوچکترین عضو این نشست افتخار بر سر من می‌خواد که زحمت برپایی این نشست را کشیدن، از جناب آقای اسحاق فتایی ناقانی که مسئولیت انجام را در نیمه دوم امسال بر عهده داشتن و مدیر اجرایی این نشست بودن. بسیار سپاسگزار هستم. نزدیک 3 هفته هست دارن تلاش میکنن برای این نشست.